ببینه دخترای این روزه چی خیل مردهای خانواده‌شان دیوس و بی‌غیرت کردیان. در پیش پدرش به حجاب نواربرداری میکنه و در شبکه‌ها پهن میکنه. ولی پدرش میبینه و پروایی نداره. پدرای عزیز، نخواد دختراتون همیشه به حجاب با لباسهای جذاب و نمایش براین، ولی شما ببینه و پروایی نداشته باشه. جوانمردان تاجیک، کجا شد غیرت و ناموس مسلمانیتون؟ کجا شد شأن و شرف مردانگیتون؟ اگر شما کمی غیرت می داشته، حالا زنهای تاجیک تا به این درجه را به حیام نمیشیدن. خواهر عزیز، تو به این کارت پدرت دیوس میکنی و هزاران مرد به گناه میکشی. چون که هر بیننده اگر به همین سر و لباس تو را ببینه گناهکار میشود. در روایت احمد و نسائی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید: 3 نفر است که خداوند در روز قیامت به آنها نظری رحمت نمی کند. یکی از آن 3 نفر مرد دیوس است. دیوس کسی است که کار گناه را در همسر و دختراش یا خواهرش میبینه و دم نمیزند. پس اگر به خودت رحم نکردی، به پدرت رحم کن که روز قیامت او را به سوی جهنم میکشی.